جایگاه کوروش در مانیفست فکری شاه. تقریباً در اکثر مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های شاهنشاه رضا پهلوی به کرات شاهد ارجاع ایشان به اندیشه‌های کوروش کبیر هستیم. این بیانگر جایگاه اندیشه‌ای کوروش کبیر در مانیفست فکری شاهنشاه است. حالا بی تردید می‌دانیم که الگوی حاکمیت سیاسی رضاشاه دوم بر شالوده و ستونهاش بر پیهایی بنا خواهد شد که 2500 سال پیش توسط اندیشه‌های کوروش کبیر بنا شده بودند. چرا که شرایطی که امروز دنیا داره تجربه می‌کند بسیار نزدیک به همان روزگاران می‌باشد. هنگامی که زمین عرصه جنگ قدرت خدایان آسمانی بود، مردمان بی‌پناه و خسته، ناامید و ناتوان از جنگ‌های بی انتهای خدایان بودند و خاک زمین سیراب از خون هزاران انسان بیگناه بود. درست در همان روزها بزرگمردی نه از تبار ایزدان آسمانی که از جنس زمینیان راستین به پا خاست. قدرتمندتر از هر ایزد آسمانی و مطمئنتر از هر ایمان قلبی و مقتدرتر از هر پادشاه زمینی در مقابل خدایان ایستاد. با اینکه جنگیدن و خون بیشتر ریختن اجتناب ناپذیرترین حالت ممکن بود، درست مثل الان، اما شیوه شاهانه و هوشمندانه او موجب فتوحاتی میشد که تک به تک سرزمین‌ها و فتوحات را از چنگال خدایان خونریز آزاد می‌کرد و مردمان آن سرزمین را از یوغ اسارت می‌رهانید. گزنوفون در کتاب ارزشمند سایروپیدیا می‌نویسد: کوروش پیش از فتح سرزمین‌ها بیشک فاتح قلب و روح مردمان آن سرزمین بود. از این رو او کشورها را نه با قدرت شمشیر و خون که با اقتداری توأم با احترام قلبی ملت‌ها فتح می‌کرد و بدینسان از خاوران تا باختران قلمرو هخامنشی تا انتهای حکومت کوروش کبیر و دو فرزندش در صلح و امنیت و مدارای توأم با احترام سپری شد. در قلمرویی که همچنان خدایان حکومت می‌کردند، اما جنایت نه. از همین جهت شایسته تر است برای ایران دوستان و طرفداران راستین اندیشه پهلوی گرایی تا بیشتر از پیش با اندیشه های کوروش، شاه شاهان، شاه انشان، شاه جهان، پسر کامبوجیه آشناتر بشویم. بلکه این آشنایی از ما سربازانی شایسته تر برای ایران عزیزمان و فرزندانی لایقتر و در اندیشه‌ای نزدیکتر برای رضا شاه دوم بسازد. پس باید تا حد امکان وارد فضای ذهنی و دیدگاه و عملکرد کوروش کبیر شد. با این سؤالها شروع کنیم. از دید کوروش، پسر کامبوجیه، مفاهیم خدا، زندگی، زن، مرد چه بود و جایگاه آنها کجا بوده؟ انسان و ارزش‌های انسانی چه جایگاهی با چه کیفیتی داشته؟ مفهوم قدرت از نگاه کوروش چه بود؟ منشأ قدرت را از آسمان می‌دانست؟ حکومت بر ملت‌ها را در تسلط و استیلا بر چه عواملی می‌شناخت؟ سرنوشت انسان در حاکمیت او به کجا ختم می‌شد؟ چرا بررسی اینها مهمه؟ چون دیدگاه او هر چه که بوده، غیر ممکن ترین و محال ترین اتفاق بشری رو تونست رقم بزنه. تونسته برای دوره‌ای رفاه و ثروت و قدرت و امنیت و صلح و احترام به همدیگر رو در نهایت آزادی فراهم کنه. امری که برای جهان ما قفله. چند تاشو مرور کنیم. اولین انسانی بود که تابوی شکست ناپذیر ایزدان آسمانی را شکست.
اولین انسانی که فره ایزدان آسمانی رو بی‌اعتبار کرده و اعتبار و ارزش فره‌ای که از اهالی زمین دریافت کرده رو به رخ آسمان کشید. اولین انسان زمینی است که ایزدان از آسمان به قدرتش محتاج شدند و برای پیروزی در جنگ از او طلب حمایت و مدد می کنند. او پادشاهی است که ثابت کرد فره حقیقی نه حلقه‌ای قدسی از ایزدان آسمانی، بلکه تفویض قدرتی مردم نهاد است که جز از اعتماد قلبی و مقبولیت جمعی ناشی نمیشه. از همین رو او مطیع کور خدایانی خونریز نیست. او پادشاه مردمانی از جنس زمین است، نه نماینده مطلق ایزدان و آسمانیان بر زمین. او پادشاهی است که مسئولیت فرمانهایش را بر گرده ایزدان در آسمان نمی اندازد. تاج و تخت پادشاهی او در آسمانها یا در قصرهای محصور نبود. او پادشاهی دست نیافتنی نبود. ملت‌هایی که او را ندیده بودند، اینطور شنیده بودند کوروش در میان سربازانش قابل تشخیص نیست، چرا که او چه در سرما، چه در گرما، چه در صلح یا در جنگ، همیشه بین مردم و سربازانش است، با همان لباس شبیه ترین به پوشش مردمانش. مردم دنیا می دانستند کوروش یکی از مردمان است، اما او بهترین مردمان است. فره پادشاهی او چون اعتماد قلبی فرزندانی به پدرشان بود، در ائتمان خرد جمعی ملت‌هایش بود. همانها بودند که نگذاشتند نام و اندیشه هایش طی هزارها دچار مرگ و نسیان شود. چرا که مرگ زمانی فرا می رسد که در اندیشه ها زنده نباشد. با این تعریف، کوروش کبیر همچنان زنده است که در اندیشه دنیا هنوز او را به عنوان پادشاهی می‌شناسند که قدرت فرمانش بر 3 قاره و 5 دریا مقتدرانه اجرا می‌شد. به گفته گزنوفون، مردمان از خاوران تا باختران مشتاق دیدنش بودند. چه بسا آنها که ندیده بودندش، چه بسا مردمانی که زبانش را نمیفهمیدند، چه بسا مردمانی که میدانستند شاید کهولت سن هرگز مجال ندهد دوران حکومتش را درک کنند، هم شیفته ورود او و سپاهیانش به کشورشان بودند. چرا که همگی از یک امر اطمینان داشتند: او نه برای آتش خون، نه برای تملک زمین، نه برای حرص ثروت، نه برای شهوت قدرت، بلکه کوروش کبیر برای نجات روح انسانی و برای بسط صلح و تثبیت امنیت و توزیع عادلانه رفاه و ثروت می آید. چرا که در اندیشه کوروش زندگی برای زنده ها باید محترم شمرده شود. به راستی او را چه کسی پادشاه همه دوران در جهان کرد؟ تفاوت جهانگستری کوروش کبیر با جهانگسترانی چون ناپلئون و اسکندر و چنگیزخان و غیره چیست؟ شاید پاسخ در فرق بین 2 کلمه باشد. او اقتدار داشت، نه قدرت. دیگران قدرت داشتند، نه اقتدار. اقتدار اجرای قوانین و فرمان او در کل قلمرو امپراتوریش نه با زور و ترس از شمشیرها بود، نه از خونهای ریخته شده مردم، چرا که زور شمشیر و خون فقط قدرت صرف و توخالی است و قدرت توخالی دولتی است مستعجل. نگاهی به وضع جمهوری اسلامی کنین. پس تأثیر فرمان کوروش کبیر تا دورترین فاصله زمان و مکان، حتی تا امروز، ناشی از رواداری سپاهیانش با ملت‌های تحت سلطه بود، با خونهای مردمانی که ریخته نشده، با بخشش جانهایی که موهبت زندگی به آنها بخشیده شده بود. او با خدایان آسمان هم رواداری می کرد
و این رواداری و بخشندگی را با گسترش مهر و داد که منشأ اقتدار هر قدرتی و ضامن دوام هر حاکمیتی است پیش می‌برد. اقتدار عاملی عجیب است. تنها فاکتوری که درونش هم مشروعیت مردمی است، هم اعتماد، هم احترام، هم محافظت، هم ارزش، هم قدرت است. از مردمان یک سرباز وفادار و محافظانی وفادار و خزانه‌دارانی امین و مؤمنانی با ایمان می‌سازد تا همیشه تاریخ نام پادشاهان را حاکم بر قلب‌ها و جاودانه بر اندیشه‌ها سازد. به راستی که جاودانه بودن اقتدار کوروش در قلب‌ها و اندیشه‌هایش در ضمیرها چنان گسترش یافت که به گفته شاهنشاه رضاشاه دوم همچنان نام کوروش کبیر برای ما اعتبار می‌خرد. حالا آخرین سوال: چرا نام کوروش کبیر برای فرزندانش همچنان اعتبار می‌خرد، اما نام پادشاهان بزرگ دیگر از جمله داریوش بزرگ نه، اما اردشیر پاپکان نه؟ هر ایرانی آگاه یک حلقه از زنجیره گارد جاودان است. با شما هموطنان از آخرین نبرد با تاریکی به سرزمین نور خواهیم رسید.